سلام شاگردان گرامی. درس نوبتی امروزهای زبان ترکی ساخت جانشین. شما علاقه درباره جانشین ها معلومات خوب دارید و همچنین درباره معنیهای جانشین. اکنون ما درباره ساخت جانشین با شما معلومات میگیریم. جانشین از جهت ساخت 4 می شود: جانشین ساده، ساخته، مرکب و ترکیبی. جانشین ساده از یک ریشه عبارت است. مثلا من، تو، همه، این، آن، کی، کجا، همه، کدام، هیچ. جانشین ساخته از جانشین ساده و پیشوند تشکیل می یابد. مثلا همین، همان. یعنی چنانی که شما دیده ایستاده، کلمه همین از پیشوند هم و جانشین ساده این ساخته شده است. و اینکه کلمه همان هم همچنین از پیشوند هم و جانشین ساده آن ساخته شده است. جانشین مرکب از 2 و یا زیاده ریشه ترکیب می یابد. مثلا اینچنین، آنچنان، همچنین، همچنان، چندین، چندان، یکچند. یعنی چنانی که شما دیده ایستاده، در اینجا کلمه اینچنین از 2 ریشه ساخته شده است. همچنین هم همچنین. یکچند، چندین از 2 ریشه ساخته شده است. و جانشین ترکیبی. جانشین ترکیبی از ریشه های گوناگون پیدا می شود. مثلا هر کی، همه کس، هیچ کدام، این کس، چی طور، چقدر. خب جانشین ها رو در جمله ها دیده میبریم. من در مدرسه مشغول آموختن علم و معرفت بودم. ما کفگیران نقرات خواندیم. در جمله های زیرین کلمه های من و ما جانشین ساده به شمار می روند. من به شما همین خیلی چرت می دهم که استای هنرمند از وی قصر می سازد. همان روز را چگونه گذرانیدم نمیدانم. در جمله های زیرین باشد کلمه های همین، همه همچون جانشین ساخته به شمار می روند. یک چند مراتبه شما را در این باره آگاه کرده بودم. است همچنان خرامان می رفت. در این جمله ها باشد کلمه های یک چند همچنان جانشین مرکب به شمار می روند. هر کی را تیغ زبان نیست به فرمان سعید، عاقبت کشته شمشیر زبان می گردد. یعنی هر شخصی که سخنی که می گوید پیش از آن باید در ترازوی عقل بسنجد، درستی آن را معاین کند و سپس آن را باید به زبان آورد. در این بیت ترکیبی هر کی جانشین ترکیبی به شمار می رود. همه کس را دندان از ترشی کند شود، قاضی را از شیرینی. در این جمله باشد ترکیبی همه کس جانشین ترکیبی به شمار می رود. خب بچه های عزیز، کمی هم باشد درباره ساخت جانشین شما معلومات گرفتید. خب ساخت جانشین را شما می توانید از صفحه 188 از خود نمایید. و غیر از این با شما سپارش از اثرهای بدیعی 5 تا جمله می نویسید که در آن جانشین های ساده، ساخته، مرکب و ترکیبی داشته باشند. خیر بچه ها، تا درسی آینده صحتمند باشید.